در استراتژی نظامی شورای سرتاسری یک تعداد نقاط عملیاتی در ولایات مختلف افغانستان من جمله صفحات شمال تعیین شد. خوست، خوجیغار، خاناباد، قطع از بین بردن پایه‌های برق در سروبی و امثال اهداف از جمله اهداف و نقاط عملیاتی بود که در استراتژی نظامی شورای سرتاسری گنجانده شده بود. به خاطر تطبیق این استراتژی شورای نظار در اوایل سال جاری اجلاس ششم خود به اشتراک مسئولین و قماندانان 13 ولایت صفحات شمال افغانستان دایر ساخت و وی به تصویب رسید که عملیات‌ها بر ضد رژیم کابل در سرتاسر قلمرو شورای نظار مطابق به استراتژی شورای سرتاسری شروع شود. به این منظور مجاهدین شورای نظار با اشتراک تنظیم‌های برادر دیگری که در منطقه وجود داشتند آمادگی خود را برای اجرای یک سلسله عملیات گرفتند.